سلام دوستان، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و اینجا کانال خودتون ترفندکده آتشین و دوستان دمتون گرم که کانال ما رو به 60 نفری رسوندید. من تو کف 50 نفری بودم، یهویی صبح دیدم 60 نفر شدیم. دمتون گرم دوستان، دمتون گرم. بهتر کنیم بریم به 100 نفری. من از اینجا به اینجا بودم، حال میکردم، امروز شدم 60 تایی. دمتون گرم. ایول بچه ها، خیلی ممنونم، خیلی 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 ممنونم. انشالله شما هم یه روزی مثل من بشید. خیلی خوشحالم. مریضم صدا گرفته، خیلی خوشحال، نمیتونم بهتون بروز بدم. دست تک تکتون رو میبوسم. دمتون گرم. خیلی عشقی دوستان، خیلی دوستتون دارم. با خدا قسم خیلی دوستتون دارم. تک تکتون. دمتون گرم. دوستان این بخش توسط دوستان ضبط شده است. خب مدتی از انتشار خبر همکاری بلوم و داگز میگذره، خبری که حسابی ترکون و تقریبا دیگه همتون در جریانش هستید، چون بارها بهتون اطلاع رسانی کرده بودم و همکاریشون به این شکله که توی پروژه بلوم، توی بازی دراپ گیم، شما با تیکتایی که میتونید 30 ثانیه بلوم ماین بکنید، توی این همکاریشون میتونید داگز هم ماین بکنید. داگزایی که ماین میکنید به این موجودی داگزتون توی قسمت ولت اضافه میشه و به راحتی میتونید انتقالش بدید توی صرافی ها، خرید و فروش رو انجام بدید. چند روز پیش بهتون اطلاع رسانی کردم که این قابلیت و همکاریشون در مرحله اولیه برای سفیران پروژه بلوم فعال شده. سفیران پروژه بلوم یعنی مالکان چنل، مالکان قبایل و کسانی که رفرال زیادی دارن. لحظاتی پیش یا هلوش تقریبا نیم ساعت پیش بخوام بهتون بگم، اطلاعیه جدید بلوم منتشر شد و گفتش که انتظارات به پایان رسید. یعنی برای کاربرانی که اونا در نظر داشتن فعال شده و بعد اون انتشار اطلاعیه‌شون من توی کانال تلگرام خودمونم گذاشتم. پیغامای زیادی دریافت کردم که اکثرتون گفته بودید برای ما فعال نیست. با هم دیگه می‌خوایم بررسی کنیم برای چه کاربرانی فعال، واجد شرایط شدنش به چه صورته و محدودیت داره نداره، خلاصه ماجرا از چه قراره و برای کسانی که فعال نیست باید چیکار بکنن. تمام مسائل رو با هم بررسی می‌کنیم. اگه ویدیو رو پسندیدید، واسهتون مفید بود، لطفاً لایکاتون رو بزنید. جدید هستید ساب یادتون نره. آقا خیلی چاکر. خب اطلاعیه جدید بلوم به این صورت بود که گفته بود انتظارات به پایان رسید. یعنی اینکه آقا شما منتظر این ویژگی بودید، این ویژگی اومد. اکنون می توانید کریپتوی واقعی را در بازی دراپ بلوم کسب کنید. ما با داگز همکاری کردیم، بنابراین اکنون می توانید داگز رو در کنار امتیازات بلوم خود بگیرید. میخواید ببینید واجد شرط هستید یا نه؟ بازی دراپ را باز کنید تا متوجه شوید. چگونه کار میکند؟ روی پلی ضربه بزنید، امتیازات بلوم و داگز رو تو 30 ثانیه جمع آوری بکنید. بمب‌ها فقط به امتیازات بلوم شما ضربه میزنن، نه به داگزا. دیدید که بچا توی این دراپ گیم شما اگه روی بمب بزنید، بلومایی که جمع کردید میترکه و گفته که اگه روی بمبا بزنید داگزاتون نمیترکه. داگزا رو که شما به دست آوردید دیگه براتون ثبت میشه. کیف پول خود رو بررسی کنید تا موجودی داگز خودتون رو ببینید. توکن‌های بیشتری در راه هستن و بچا ببینید در جواب کسانی که این ویژگی براشون فعال نیست، بنیانگذار بلوم چی گفته؟ گفته خب دوستان، یه توضیح در مورد ایردراپ داگز تو بازی که از امروز شروع شده بهتون بدم. دراپ داگز برای فعال ترین کاربران در نظر گرفته شده. از شما میخواهم که این پیغام را تا آخر گوش دهید. ما به این خواهیم پرداخت که منظور فعال ترین کاربران چیست. اولا این فعالیت درون بازیه. فعالیت درون بازی یعنی هرچی بیشتر بازی را انجام میدادید، احتمال اینکه شامل دراپ داگز بشید بیشتر میشد. این معیار شماره 1 است. معیار دوم اعلام حضور یا اعتصاب است. هرچه بیشتر وارد برنامه شوید، احتمال اینکه شانس بیشتری داشته باشید هم بیشتره. حتی برخی از آنها اگه گم شده باشه و سپس بازیابی شوند، شانس بیشتری برای دسترسی به داگزهای بازی خواهید داشت. یعنی اگه مثلا یه تایم شما داخل بلوم نیومدید ولی تو طول روز زیاد واردش بشید، احتمال اینکه توی این دراپ گیمز باشید شانستون باز بالاتره. معیار بعدی فعالیت روی زنجیر است. به عنوان مثال شرکت در انواع مختلف کوئست ها مانند مسابقات فلان که بسیاری از شما آن را حمایت کردید، حدود 2 میلیون نفر از این مسابقات حمایت کردند. و سوم داشتن بیش از 5 دوست. نکته ویژه در اینجا این است که مهم نیست چند دوست دارید، 10,000 یا 6,000 یا 5,000. شما به طور خودکار از این معیار عبور میکنید. یعنی شما گفته 5 دوست تا حداقل دعوت کرده باشید. بنابراین ما به این ترتیب
از کلها، تاثیرگذاران، وبلاگ نویسان و غیره حمایت نمی‌کنیم. گفته اصلا ربطی به این داستانا نداره. گفته حدود 1 میلیارد داگز به دراپ اختصاص داده شده. همه افرادی که حداقل معیارها رو دارن به دراپ داگز دسترسی ندارن. ببینید توی این چند خط به صورت خلاصه اومده گفته که منظور اینه اگه شما به عنوان مثال فعالیت‌ها رو انجام دادی، 5 تا دوست دعوت کردی، با کسی که همون فعالیت‌ها رو اندازه شما انجام داده باشه و 5000 دوست دعوت کرده باشه، شانس جفتتون برابره و اون تعداد فرند بیشتری که نسبت به شما دعوت کرده اصلا توی این بخش اهمیتی نداره. اوکی، پس بنابراین نگید که آقا مثلا من فرند کمی دعوت کردم، نمیدونم این داستانا توش نیستم. گفته که چیزایی که ازتون خواسته شده رو انجام داده باشید، آقا شانستون برابره با کسی که تعداد فرند خیلی زیادی دعوت کرده و تعداد فرند اینجا فهمیدید که معیار نیست. گفته اگه داخل این دراپ گیمز نیستید دیگه ناراحت نشید از ما و خوشحالیم کسانی که هستن. اگه شما نیستید یه جورایی اومده دلداری داده که منتظر ایردراپ پروژه بولوم باشید و خلاصه یک فاکتور گیری بخوایم بکنیم به این صورته. منظور بولوم از واجد شرایط بودن دریافت توکن‌های داگز موارد زیر بوده: فعالیت در ربات، چکین های روزانه، انجام تراکنش ها، دعوت حداقل 5 نفر از دوستان. اگه انجام دادید بچه وارد بازی بشید، دراپ گیمزتون رو باز بکنید. اگه دیدید براتون داگز داخلش فعاله که یعنی شما کاربر فعال بودی و واجد شرایط هستی، میتونی توکنای داگزتو ماین بکنی. ولی اگه غیر این بوده یعنی شما شانسشو نداشتی. ولی باز میگم ممکنه که در ادامه برای کاربران بیشتری در دسترس قرار بگیره و ماها جزء این زنجیره اولیه نبوده باشیم. نکته بعدی هم اینه که هر اکانت یه محدودیتی برای جمع‌آوری توکن داگز داره، تقریبا اندازه $12. اوکی، یعنی یک محدودیتی برای کاربران هم وجود داره. فکر میکنم این $12 کلی باشه، یعنی کاربران میتونن اندازه $12 داگز جمع‌آوری بکنن و بیشتر از این بخواد باشه خب شاید با برنامه‌ریزی خودشون جور نیاد. خلاصه بچه منم داخلش فعلا نیستم. اگه برای من فعال شد توی کانال تلگرام حتما بهتون اطلاع رسانی میکنم که شما هم یک چک بکنید، برای شما هم شاید فعال شده باشه. اگه ویدیو رو پسندیدید لایکاتون رو بزنید، جدید هستید ساب یادتون نره. اگه سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید، راهنماییتون میکنم و به کامنت ها جواب میدم.